اگر من بچه آبی گفتم و کمی سکوت ورزیدم، حتما بیننده پی میبرد که گپسری یک فیلم نامه بسیار هم دیدنی میرود با نام بچه آبی. سلام و درود بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک باز هم با شما هستیم با برنامه گنج فرهنگ و امروز مهمان ما هستند یک تن از کارگردان‌های جوان و بسیار موفق تاجیک، فیض‌الله فیض. خوش آمدید. دوستان عزیز، چند مدت پیش توسط اکران‌های کلان برای ما و شما بچه فیلم آبی نمایش داده شد و کارگردان این فیلم فیض‌الله فیض همراه یک چند برادران دیگر و خواهران دیگر که دلباخته و واقعا شهیدای سینما هستند ما را به حیرت آوردند و به همین خاطر در کینوتئاتر زیبونیسا تقریبا 3 مرتبه نمایش داده شد که ما در همه نمایش ها اشتراک داشتیم و هر باری که اشتراک میکردیم از بچه آبی یک مضمونی نو، یک برداشتی تازه میبرداشتیم. سبب اینجا دعوت کردن کارگردان همین فیلمی که وصفش میرود آن است که پی در پی این فیلم سوژت آن، گیرومان این فیلم عجیب توجه کارگردان‌های نه تنها تاجیکستان بلکه خارج از کشور را هم به خود جلب می‌کند. چند پیش در جشنواره سینمایی بین‌المللی بستاو که در قزاقستان در شهر الماتا گذشت، این فیلم در بخش رقابتی گذاشته شد و از طرف حکمان این آزمون بسیار سطح بلند بهای سزاوار هم گرفت. و یک از موفقیت‌های دیگری این فیلم که ببینید در مدت کوتاه‌ترین باز هم این پیام خوش به ما رسید، در جشنواره سینمایی شوئدیا همین خیلی است، ولی در جشنواره سینمایی شوئدیا که با نام سما چندین سال باز، قریب 9 سال باز اونجا برگزار می‌گردد، یکی از فیلم‌های بهترین انتخاب گردید. ما بسیار می‌خواستیم که در این باره خودتون چند حرف زدیم، یعنی بچه آبی از تاجیکستان تا شوئدیا یا تا الماتا چگونه راه دوید؟ یکم میخوام از قبلتر شروع بکنم. این وضعیت ما داشتیم که هنگامی که فیلم در حالت قسمت سوم فیلمسازی پست پروداکشن میگیم با اون در حال پست پروداکشن فیلم بودیم، ولی همون تیزری ما آماده شده بود در حجمی نزدیک به 2 دقیقه و وقتی که همین 2 دقیقه رو در شبکه‌های اجتماعی گذاشتیم، خوشبختانه که از چند جشنواره ها برای ما پیام اومده بود که این تیزرش به نظر ما خیلی جالب می‌نموده، فیلم که اومده می‌شود که ما در جشنواره ها در بخش‌های مثلا رقابتی یا یک بخش‌های دیگر به نمایش بگذاریم. ولی این بار ما یک فکری با گروه کردیم که ما یک بار توانایی خودمان سنجیده باشیم که در سطح فیلمسازی در کدام سطح قرار داریم و ما با یکی از شرکت‌های فیلم پخش‌کنی که بیوسته کارش با جشنواره فیلم فرستادن است، یک شرکتی دیستریبیوتری هست برای علیرضا شاهروخی که خوشبختانه او خودش با ما تماس گرفت و گفت که میخوام فیلم داشته باشم، یعنی در بخش پخش کردن فستیوال این کار ما انجام دادیم. معمولا ما در تاجیکستان همین بخش عنوان نداریم، یعنی کسی نداریم که همچین دیستریبیوتر یک فیلم استحصال شده را بعد جشنواره معرفی بکنه. یعنی این میانه‌روی هستن. در تاجیکستان معمولا این کار خیلی کارگردان ها انجام میدن که این کار بسیار وقتگیر است. مثال بودیش هر جشنواره هر فرمتی فیلم میخواد، یکی مثلا در فرمت DCP میخواد، یکی در فرمت فول HD میخواد، یکی در فرمت اگر DCP بتونیم ما باید 4K بفرستیم. هر وقت ما لازمه که فیلم بورین از سر نو رندر تیم در قالب میخواستگی اونها و خب بیوگرافی فیلموگرافی از خودی کارگردان و عکسو از میدون ثبت معلومات درباره فیلم بازیگر به اساسی
Мехмонҳои биром. ҳатман бо забони русӣ, англисӣ, баъзеш русӣ намепурсам, ҳатман англисӣ ин чизо, баъзеш ҳам субтитри русӣ мехоҳад, ҳам англисӣ мехоҳад. Инҳоро мо барои чӣ мегӯем? Яъне ҳамин ҷузъиётҳо хеле зиёд ҳаст, ки ин вақтгир аст. Хушбахтона мо филм дар ҳоли ҳозир дар дасти ҳамон ширкати филмпахшкунӣ бо номи ҳунари ҳафтум, яъне ҳунари инсоният ном дорад. ин ширкати филмпахшкунӣ дар дасти ҳамон аст. Мо шурӯъ кардем аз ҷашнвораҳои бисёр бонуфузи ҷаҳонӣ, масалан ҷашнвораи Кан. Шояд бори якум бошад, ки ман ин чиза дар рӯбарӯи дурбин мегӯям, ки фақат аз муваффақиятҳо нагем. ҷашнвораи Кан барои мо ҷавоби рад фиристод, ки хуб инҷа далелша намегам, вале мегӯям, ки мутаассифона филми шумо пазируфта нашуд. Вале масалан бо чӣ далел ин шаб дига наменависад. Ва мо баъди ҷашнвораи Кан фиристодем ҷашнвораи Вениз, ки хеле ҷашнвораи бонуфуз аст ва дар дунё ҳар коргардони ман фикр мекунам, ки яке аз орзуҳош ин ҷашнвораҳоро дар ин ҷашнвораҳо ширкат кардан аст. Яъне барои мардуми синемоӣ ин ҷашнвораҳо ҳамон сатҳи хеле болое, ки фикр мекунам, ки аз орзуҳошон аст. Ва ҷашнвораи Венизам барои мо ҷавоби рад фиристод. Баъди мо ҷашнвораи Берлин фиристодем, ки ҷашнвораи Берлин як ин ҷашнвораҳое, ки ман мегӯям ҷузви ҳамон 5 ҷашнвораҳои бонуфузи дунё баъд аз Оскар дига ҳаминҳо аст. ҳатто худи ҷашнвораи Оскар дар дохилш як ҷашнвора ҳаст, бахши ҷавонон ё коргардонони ҷавон, ҳама хеле ном дорад, ки мо фиристодем, аз унҷа ҷавоби рад гирифтем. Баъд ин хеш шид, ки инҳо вақтҳои гуногун доранд. Масалан якеш дар 1 моҳ аст, якеш баъд аз 3 моҳ аст. Ин шансие, ки мо санҷидем, боис шид, ки мо баъди 9-10 моҳ баъд ба дигар ҷашнвораҳо филм фиристем. ин ҷашнвораҳое, ки ҳоло хушбахтона ба чароби меравад ва ширкат мекунад, ҷашнвораҳои баде нестанд, ҷашнвораҳои хубе ҳастанд, вале ҷашнвораҳои рақами 1 нестанд. Мо ин чиза бояд бехор шавем. Ва як мушкили дигар чи аст? Ин ҳаст, ки аз сабаби 2019-20 аслан ҷашнвораҳош чӣ надоштанд, фаъолият надоштанд. Дар ҳоли ҳозир филмҳо аз соли 2019 ҳатто 18 меравад ба ҷашнвораҳо. вақте ки мо дар ҷашнвораҳо рӯйхати филмҳоро мебинем, боварнакарданӣ. шумо тасаввур бикунед, то 300-400 филм меравад, ки яъне як филми мо бо 300-400 филм рақобат мекунад ва меояд дар ҷашнвораҳо дар миёни 15 филми баланд ё 20 ё 10 филми баланд, масалан дар дастаҳо 10 филми баланд буд, меояд дар миёни инҳо меафтад, аз миёни масалан ҳатто мешавад мебинед, ки ҳамин ҷашнвораҳо то 300-200 филм меравад, ки ҳамин пазируфтанаш дар бахши рақобатӣ буданаш, ман фикр мекунам, ки аллакай барои мо ифтихор аст. меоем сари қиссаи ҷашнвораи Само. Мо бо Сидиқ Бармак дӯстӣ дорем. Сидиқ Бармак яке аз филмсозои машҳури афғонӣ, ки дар Аврупо зиндагӣ мекунад. Як рӯзе ба ман тамос гирифт, гуфт Файзло, дар Шветсия бачаҳои муҳоҷири афғон дар соли 2009 гуфт як ҷашнвора баргузор кардагием. То ҳоло ин ҳарсола идома пайдо мекунад, баргузор мешавад ҷашнвораи Само. ман ин чиза шунида будам, вале хеле зиёд иттилоот надоштам. баъд гуфтам боша устод, ҳатман мефиристам филмро, ман линки филми бораи мефиристодам. баъди чанд муддат худи Сидиқ Бармак ба ман хабар дод, ки хушбахтона филми шумо дар бахши рақобатӣ пазируфта шуд. вале вақте ки ман рӯйхати он филмҳоро аз сайтшон дидем, ки филм бо кадом филмҳо рақобат аст, ҳозир аҷиб шид аст, ки дар давраи донишҷӯӣ мо як коргардонҳоеро борзу мекардем, ки филмҳошон бибинем, худошон бибинем, ҳамсӯҳбат шид ё ҳамсӯҳбат не суҳбатҳошонро аз тариқи интернет гӯш бикунем. имрӯз мебинем
در برابر فیلم ما فیلمشون با عقوبت گذاشته بوده. یعنی این چیزا میخوام بگم که عقوبت خیلی وزنی و سنگین است در بخش فیلم‌های بلند. فیلمشون با عقوبت گذاشته بوده. مثلا عتیق رحیمی یکی از بزرگترین مشهوری فارسی زبان که در جشنواره سما بهترین فیلم اون به دست آورد. ولی در خیلی تحلیل و نقدهای جوری من دقت کردم دیدم که گفت که فیلم عتیق رحیمی و فیلم ما و فیلم بچه‌وی هر دوشون انتخاب شدن برای بهترین فیلم بلند، ولی فیلم عتیق رحیمی بهترین فیلم جایزه گرفت. فیلم بچه‌وی توجه مخصوصی حکمان وقتش به دست آورد. تنها بچه آبی رو مثال میبریم، در مثال این تمام فیلم تاجیک رو میتونیم مثال گیریم که مثلا شما در بچه آبی رو در ساحل بحر تاجیک بنابرد یعنی مشهور با نام قیراقون، بحر قیراقون. اینقدر مثلا اونجا یک کشتی خورد که با سوزش واری میگردد چقدر مثلا پول صرف شد، اینقدر شد تاجیک که ما خبر داریم یک خانه های مخصوص رمزی ساختید، خانه های نمادی یعنی ساختید اینجا. اینقدر یک تیمی بزرگ، گروهی بزرگ اونجا بودید، چند شبانه روز، چند مثلا قریب یک ماه بیشتر اونجا بودید. یعنی این همه را از کجا جبران کردید؟ از نظر مادی. و از نظر مادی یک طرفی مثلا ما از نظر معنوی چه مشکلی ها داریم که شما با در رگ پوستتان همیشه تجربه میکنید. وقتی یکم مرتبه همین ایده را در دستمون گرفتیم خواندیم، به واسطه با جز ما خیلی بچه‌هایی که در گروه نفرهای اساسی به حساب میشن عاشق این ایده شدن و ما رفتیم همون مکانی که فیلم پدر محتوی ثبت شده بود. یک فضای بسیار ما یکم بار اونجا دیدیم در پهلوی بحر قیراقون. یک فضای بسیار عجیب و یک احساس بسیار عجیب. من خیلی فیلم بردار عبدالکریم لوکوف و رسوم تحریرگر طاهر نظر نشستیم در میدان و ما دقت میکردیم هر سه بچه‌ها چند نفری که بود همشون از چشمشون آب میریخت که این فیلم اینقدر دوست داشتنی مکانش همینجا با این احوال گرفته است. این به نظر من بی‌مسئولیتیه که متاسفانه اونجا را همچون شهرک سینمایی یا همچون مکانی ثبت برای فیلم با راه ساده ترین نتونستن نگهداری بکنن. همه طرفی باز بود و همه چیز تیت و پریشان بود و بچه ها چشمشون پوری آب بود. همون وقت خیلی گرم بود، خیلی گرم بود. بچه ها گفتن که میریم داخل آب و منم هیچی نگفتم. ما باشم داخل آب. من یادم که هر سیمون تا اینجا خدمت تایی آب کرده بودیم هیچ که حرف نمیزد، برای که ما هر سیمون فهمیدیم که اگر که در همین مکان فیلم بسازیم کاریم خیلی مشکل و سنگینه. یعنی فقط ساختمان اون خانه ها این چیزها ما از اینقدر پول از کجا میبریم و کی میسازد، چی میسازد بی پول و هر سیمون همینگونه تایی آب دیم هیچ که حرف نمیزد. حتی همان راحت که بسان به طرف بالا طرف همون میدان نگاه میکردیم. یادم هست یکمین شده طاهر نظر این رسوم تحریرگر رو گفت که فیض‌الله همینجا میسازیم. ما حیران شدیم دست طرفش نگاه کردم گفتیم که اگه طاهر چی میسازیم؟ از همون مشکل کارش نمیشود. ما نمیتونیم از روی کدام وجود بکنم خود فکر نمیتونیم که میتونستیم کار بکنیم چون بودجتی ما تا ما حدی نبود که اونجا بسازیم. خیلی دیگه فیلم هم دیگه شده افتاده و زیاد تلاش کردم و از هر کجایی که تونستم چوب و تخته و دیگر مسائل ساختمانی آوردن میدان برای بچه‌ها فراهم کردیم. ما عکس ها داریم که
مثلا چقدر تراکتورهای کمونهای حمل کردن دیگرش آورده بود با کماس چوب تخته می‌آورد با ماشین‌های میده کیمچی بارهای دیگر می‌کشون می‌آورد سیمنت و دیگر چیزی این گذشتگی بچه بود. اما مشکل روانی بچه ها در چی بود؟ شما رو چی بیشتر اذیت می‌داد در روند آفریدن همین فیلم و در برابر این یک بار میگفتید که واقعا ما فیلم خوب نداریم یا بیننده با معرفت نداریم یا واقعا به همه اینها مثلا تنها و تنها بودجه یعنی تنها و تنها مسئله مادیات گناهکار است. شما چی اندیشه دارید؟ طول چند سال داخل همین مشکلی ها هستیم و تا هنوز این مسئله هایی هست که میتواند هر نفر بکنه یک فاکتور عجیبی خودش بیاره نظرهای شخصی خودش بیاره که بگید که مثلا نظری من این گونه خودی ما هم تو مثلا همین چیزا راستش سطح نمیدونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودی من همچون کردم موضوعهای دوست میدونم که تماشاگری کم دارم یعنی از یک نگاه یک نفر دیگه میتونن نه خدمت بیننده بکنن که خودت فیلم هایی نمیسازی که برای بیننده باشه ولی برای بیننده ما باید موضوع های انتخاب بکنیم که چه کرده بیم شاید یکم سبک باشه این موضوع و مثلا در اوج عشق باشه در اوج خدمت باشه در اوج یک چیز دیگری باشد که شاید کمدی باشد یک چیزی که باید مردم را خوش بیاید چی گونه که یک قدر فیلمی زیاد داریم که وزیر مثلا در هر خانه فیلم ترکی تماشا میکنن ما حیران میشیم بیننده نداریم ولی تمامی جمهوری فیلم ترکی تماشا میکنن حتی فیلم ها رو هر هفته 3 4 سالانی میخرن مثلا کی میتونه این موضوع را رد بکند که نه بیننده اینو فیلم ترکی تماشا میکنن و فیلم تاجیکی تماشا میکنن کدوم فیلم تاجیکی تماشا میکنن اگر کسی که ایراد میگیرد که مثلا فیض‌الله بیشتر موضوعهای دوست میدارد که برای مردم نیست ما میگیم که کدوم فیلم هایی بود که مردم دوست داشت فیلم تاجیکی در کدوم کینوتئاتر پخش شد کدوم فیلم شما را مثلا شب روز بیننده در حال حاضر تماشا کرده است این شاید در وضعیت حاضر این نمود فیلم ها بهتر باشد که تاجیکستان معرفی کند جایزه بگیرد شاید یک پرودوسر جلب میشود حتی مثلا کینوتئاترهای روس نداریم که بریم فیلم نمایش میدیم این چیزی هست که ما روبروشون هستیم هر روز ولی چی گونه که میبینیم فیلم های آماپسندم هست در مخصوصا کانال های یوتیوب کانال ها یعنی از همه لحاظ یک چیز حرفه‌ای نیست خیلی فیلم ها حرفه‌ای نیست خیلی کارگردان حرفه‌ای نیست خیلی تصویر مثلا یک تصویر خوبی نیست ولی بیننده دارن ما میبینیم چقدر پرسماتر داریم چقدر مردم اون را دستگیری دارن کامنت می‌نویسن این چیزاش نبوده یعنی که باز هم با اما اندیشه خیلی ثابت شده برمیگردیم که ما با امید جمع آوردن تماشابین نه بلکه به سطح اونها بفرمیم بلکه اونها را به سطح خودمون بریم یعنی به این مسئله برمیگردیم سینما داریم یعنی صنعت داریم این صنعتمون هنوز صنعتی نشده است یعنی تمام پهلوهاش هنوز فعال نیست کار نمیکنه مثل یک آدمی که بعضی از قسمت‌های عضوی بدنش کار نمیکنه ما مثال شد گفتم پیشتر که مثلا شما باید بگید که در یک کشور یک پرودوسر مستقل که است ما سر یک کشور صحبت داریم وقتی که یک پرودوسر مستقل نیست من در یک کشور مثلا شما بگیم یک دیستریبیوتور مستقل که است یک نفر نیست که فیلم رو مثلا بیده با جشنواره ها معرفی بکنه
وقتی که ما بعضی از فیلم ها میبینیم که جایزه مثلا خیلی کلان به دست میارن، اون فیلم بعد 2 سال بعد 3 سال دست ما میشه اون فیلم رو تماشا میکنیم، میبینیم که بعضی از فیلم ما همش در نظر میگیریم مثلا هیچ تفاوتی یا هیچ از لحاظ موضوع کاری بوده هیچ بلندی از فیلم نداره ولی میگیرد جایزه. چرا که فیلم صاحب دارد با مثلا فیلم نشبری میشه فیلم میگیرن و یک گروه مخصوص رفته در جشنواره این فیلم تا روز آخر تبلیغ میکنن با خود جوری ها نشسته صحبت میکنن این چیزا تاثیر داره. کم حاضر مثلا چیزی که من از فرقی رو میدونم در اون یک گروه مخصوص داره که فیلم چه جشنواره ها نمیفرسته، فیلم چه همون گروه رفته خود با خود گروه سازندگان جشنواره و میخواد در امریکا، فرانسه، هر کشور دنیا میگه که فیلم حاضر میگذاریم قبولش داریم یا نداریم، هم خودی همونجا حل میکنن و این گروه میره یک مثلا با یک جشنواره دیگری رنگیمونه که مثلا ما میفرستیم بعد با از اون طرف خبر میتیم که در جشنواره مثلا 500 فیلم اومده است جوری نمیتونن همه فیلم رو وقت بیاد پیدا کنن برای این روی $50 میگذارن. ما بعضی وقت میشه که $50 پیدا نمیکنیم که بتیم از یک جشنواره بسیار بنفوذ فیلم شرکتش قطع میشه نمیموند. یعنی مشکلی همون خیلی زیاد هست. مکتب دیده بودید هنرمند یا کارگردان در آفریدن فیلم تا چه حد نقش می‌بازد؟ در سینما ما فکر میکنیم که این 100% مهم نیست. به خاطر اینکه بعضی از نفرهای هستن که واقعا نمون ذاتی هم طبیعی هم. همون از یک نفری که 5 سال مکتبی بازیگری خونده است بهتر بازی میکنن، بهتر حس میکنن. وقتی که با اونها صحبت میکنیم احساس میکنیم که بالای این فهمیشی که دارن و خداوند این هنر در نهادشون مثلا ایجاد کرده است اونها روز اینقدر شوقی دارن که بعضی از نفرهایی هستن که یعنی 50 شاید 70% نفرهایی هستن حتی بالاتر از این که باید تحصیل بکنن، یعنی این چیز ضروریه، باید هنر سینما رو پنجه‌شون برای مکتب از کرسی تا 5 اینا تحصیل بکنن بخونن برای که نمیتونه همه رو خدا دار باشه. در ما هست کوتاهای مخصوص برای آماده کردن متخصصان در سوی سینما که به خارج بفرستن؟ هست ولی کم است. ما همین صحبت چند روز پیش داشتیم و اونجا ما ایراد گرفتیم که بعد از تحصیل برمیگردن شما چی نقشه داریم رو متاسفانه بعد از تحصیل برگشتن هیچ نقشه نیست. همین حالی ما میدونم که در دوشنبه 10 نفری که مکتب سینما تحصیل کردن ولی کار نمیکنن. برای چی؟ به خاطر اینکه سالانه وقتی که 2 فیلم برند مؤسسه دولتی توجیه فیلم میگیرد همه نمیتوند که این چیز به دست بیارد و به همین خاطر این کار رو رها میکنن و یک کش مثلا سالانه مؤسسه دولتی توجیه فیلم 10 فیلم برند بگیرد. من نمیدونم که این شماره فیلمگیری شما برند میکنن 10 مستند بگیرن 10 فیلم کتاب بگیرن شاید این همه بچه جوان بتونن بند بشن و در مدت یک زمان کوتاه 4 سال 5 سال اینقدر فیلم های تاجیکی زیاد بشود که بعد یک چیزی استحصال بشود و یعنی بچه های تحصیل کرده هستن و بچه های خوب هم هستن. ما میبینیم که با کارهای دیگر مشغول هستن. این یک مشکلی هست. مشکلی دیگر که بی‌نهایت در حال حاضر ما این چیزا بچه‌اش میرسیم بچه‌ها خیلی زیاد این ساحه رو ترک میکنن. بچه‌هایی که نام یاد گرفتن که با نور کار کنن، بچه‌هایی که با کامera کار کنن، بچه‌هایی که با تنظیم کنن، تدوین کنن، تنظیم کنن، با موسیقی، با صدا، با هر چیز دیگه متاسفانه خیلی در حال است که بچه‌ها بس میکنن کلا نمیرن. اینجا همون
همون کار نیافتن و همون معاشی پستی هسته که بچه‌ها نمیتونن دیگه زندگی اقتصادیشون رو پیش ببرن. کاش تلویزیون مثلا فیلم اخیری تاجیک فیلم باور کنیم توی فیلم شده فیلم تاجیکی در تلویزیون تا نمایش میدیم و حتی به نظر من به خاطر پیشرفت سینما و تئاتر تلویزیون رو همین قسمت تبلیغ شد 2 سال بپول بکنن 3 سال بپول بکنن که هر فیلم تاجیکی تبلیغ شد بپول بکنن. فروغ صبحی دانایی و تاجیکستان و از ایمان که ساز و سروده مثلا تغییر میکنن و این فروغ معرفتی و دقیق میشود آیا آزمونه باشد در مورد ترغیب، تشویق و دستگیری آنهایی که مثلا با رسامی مشغولن، با کار سینما مشغولن، با هنرهای مردمی مثلا مشغولن، میشود اینطور هم باشد؟ امکان دارد همین چیز تشکیل بکنن و دستگیری بکنن و همین فیلم‌های تاجیکی را مخصوصاً بخش‌های مثل سرمایه‌گذاری، بخش‌های جلوه‌های ویژه، همین افکت‌های مخصوص در سینما، همون قسمت‌هایی که هیچ اونا رشد نکرده است دستگیری بکنن. شاید یک نتیجه بتید. یا چقدر ما می‌بینیم مثلا در دوشنبه دام‌های زیاد ساختن. حداقل نمی‌دونم یک سپورش بتین که بعدی هر 10 دام مثلا زیر یک دام سینما سالونی در حجم 70 جای نشست 80 جای نشست تشکیل بدیم که این دام‌ها این چیزها را داشته باشه. شاید باز شماره همین چیزها زیاد میشه. در جمهوری یک کتابی ترجمه شده فیلمنامه‌نویسی یک تا ترجمه شد با دستگیری سفر حق بود. ولی شما تصور کنید یک کتابی کارگردانی وجود نداره. حتی در دانشگاه صنعت نیست. حتی در دانشگاه صنعت. یک مواد کتابی کارگردانی تاجیکی کی برای ما نشون میده؟ ما یک نقد نویسی که مخصوصا نقد نویسی سینما باشد متاسفانه ما با دعوت فیض‌الله فیض کارگردانی بچه آبی نیت داشتیم که تنها از موفقیت‌های این فیلم صحبت میکنیم، درباره فعالیت کارگردانی ایشان صحبت میکنیم، اما صحبت تماما گردش دیگر یافت و چندین مسئله ها اینجا گذاشته شد، همچنین پیشنهادهای خوب هم ارائه گردید و صحبت ما فراتر از بچه آبی به سینمای ملی رفت رسید. در نتیجه به خلاصه آمدیم که سینمای تاجیک از هر جهت به دستگیری ما و شما و به دستگیری مؤسسه اداره‌های دخلدار شدیداً نیاز دارد. از جمله ساختن کینوتئاترهای علاوگی خرد در شهرهای کلانترین تاجیکستان، چاپ کتاب‌های مخصوصی صحوی هم به زبان تاجیکی باشد و هم از خود متخصصان تاجیکستانی باشد، همکاری سینماگران با تلویزیون که باید مثل گوشت ناخن باشد و خریداری تکنیک و تکنولوژی معاصر برای نواربرداری فیلم، با جای کار تامین کردن کارگردان‌های و هنرمندان جوان که هم در داخل تاجیکستان آماده میشوند و هم از خارج کشور توسط کوتاها تحصیل دیده از نفع تاجیکستان برمیگردند و دیگر مسئله ها. ما در آخر صحبت از فیض‌الله فیض تشکر گفتم، همچنین امیدوار هستیم که این مسئله ها دیر زود حل خود را می‌یابند و این مسئله ها حتما در دایره های وسیع‌تر در شکل یک کنفرانس، در شکل یک میزگیر حتما بررسی می شود و آن روز دور نیست که ما سینمای ملی تاجیک را در اکران‌های باشکوه‌ترین جهان و در سینما بزم‌های جهانی می‌بینیم. با این امید و آرزوهای نیک با شما خداحافظی می‌کنیم. با ما باشید با یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت.